در پاکستان تقریباً 20 خانواده از شهر کویتا مرکزی ولایت بلوچستان 700 کیلومتر راه را تا به شهر کراچی طی کردند تا برای خویشاوندان بی‌درک شده‌شان دادخواهی کنند. بنا به خبر مقامات پاکستان تقریباً 900 نفر در بلوچستان بی‌درک شده‌اند، ولی فعالان محلی حقوق بشر میگویند که در 10 سال اخیر 18,000 نفر بی‌درک شده‌اند. اهالی برای این نیروهای امنیتی را گناهکار می‌دانند چون آنها در منطقه با تندروها مبارزه می‌کنند. دادگاه در سنت پترزبورگ به 2 نفر دیگر از فعالان زیست محیطی یا گرین پیس اجازه داد که با وثیقه از بازداشت رها شوند. آنها بر ضد حفر چاه‌های نفت در آب‌های ارکتیک اعتراض کرده بودند. برای رهایی دمیتری لیتوینوف شهروند امریکا و رمن دالگوف شهروند روسیه وثیقه پرداخت شده است. دادگاه گفته است که از 30 نفر 29 نفر دیگر نیز با وثیقه رها می‌شوند. در روسیه آغاز جشنواره فیلم‌های همجنسگرایان زن و مرد با سبب خطر حمله بمب به تأخیر انداخته شد. این جشنواره که در کنار هم نام دارد، فیلم‌های ساخته هلند، پولشا، کانادا و فرانسه و امریکا را به نمایش می‌گذارد. این جشنواره در حال برگزار می‌شود که در روسیه برای منع تبلیغ همجنسگرایی قانون به تصویب رسیده است. تفلیس پایتخت گرجستان میزبان نمایشگاه بین المللی فرآورده‌های کشاورزی و تجهیزات کارکردی آن است. در این نمایشگاه صاحبکاران از گرجستان و ترکیه، روسیه و اوکراین و اتحادیه اروپا شرکت دارند. خلاصه خبرها را از رادیوی آزادی میشنیدید.